در تا آخر کلیپ با من همراه باش تا بهت یاد بدم چطوری رینگ اسپورت رو تشخیص بدی، از پشت در بیاد یا از رو در بیاد. همه رینگای اسپورت یه نکته دارن یا نزدیک. الان این رینگ اسپورتی که شما مشاهده می‌کنی، خب برای اینکه بخوای در بیاری هر چقدر دور بزنی نگاه از این ور در نمیاد. پس بعد اینکه اصلا اشتباه بذاری رو دستا کافیه این از این ور در میاد. حالا کجا تشخیص بدی؟ بذاری کنار یا نزدیک. بیا ببینید تو رینگ‌های اسپورت همشون اصلا آلمانی، آمریکایی، همه رینگ ها از سمتی لاستیک یا تایر در میاد که این پله کوتاه باشه. نگاه کنید اینجا این پله بلنده، پس تایر از این ور در نمیاد هر کاری کنید. از سمتی که این پله کوتاه تایر در میاد، به همین سادگی. حالا اگه به این نکته ها و ترفند علاقه داری ازت ممنون میشم، پیج رو دنبال کن. با تشکر.